मौला अली मौला अली मौला अली मौला अली। मस्जिद कूफा लरज़ उठी, कोहराम बरपा हो गया दोनों जहान में। अरे कोहराम बरपा हो गया दोनों जहान में। मुलजिम ने आज कैसी मुसीबत ये ढाई है, दीने रसूल पाक की शमा बुझाई है। امام حسن مجتبی علیه السلام آمد سر اون بزرگوار رو در دامان گرفت. روایت دارد که خون از سر مبارکش میریخت و محاسن مبارکش خونین شده بود. امام حسن همطور نگاه میکرد به صورت پدر. گریه چشمان امام حسن رو پر اشک کرد. اشک از چشم امام حسن یک قطره افتاد رو صورت امیرالمومنین. حضرت چشم رو باز کردن، گفتن حسنم گریه میکنی؟ گریه نکن. من امروز در این لحظه در حضور جماعتی هستم که اینها به من سلام میکنن. کسانی در اینجا هستن در همون لحظه اول اونی که نقل شده است از حضرت، فرمود پیغمبر اینجاست، فاطمه زهرا اینجاست. حضرت رو می آوردن. امام حسین علیه السلام آمد نزدیک. چشمان حضرت از اشک، از گریه‌ای که کرده بودن، در این روایت دارد که پلک‌های حضرت مجروح شده بود. در همین مدت کوتاه اونقدر حضرت گریه کرده بودن. امیرالمومنین چشمش افتاد به امام حسین، گفت حسین من گریه نکن، صبر داشته باشید، صبر کنید، اینها چیزی نیست، این حوادث میگذره. تسلی داد امام حسین رو هم. حضرت رو آوردن داخل منزل، بردن در اون مصلای حضرت، اونجایی که حضرت در خانه در اونجا نماز میخوندن. فرمود ببرید مرو اونجا برای حضرت بستری گستردن، حضرت رو اونجا گذاشتن. اینجا دختران امیرالمومنین آمدن، زینب و ام کلثوم آمدن نشستن پهلوی حضرت، بنا کردن اشک ریختن. امیرالمومنین اونجایی که امام حسن گریه کرد، امام حسن رو نصیحت کردن، تسلی دادن. اونجایی که امام حسین گریه میکرد، حضرت تسلی دادن، گفتن صبر کن. اما اینجا اشک دخترها رو تحمل نکردن. دیگه حضرت هم شروع کرد به های گریه کردن. یا امیرالمومنین، گریه زینبت رو اینجا نتوانستی تحمل کنی. اگر در روز عاشورا میدیدی چگونه زینبت اشک میریزه، نوح سرایی میکنه، چه میکردی؟ زخمی پدر کو دیکھ کے حسنین رو پڑے، زخمی پدر کو دیکھ کے حسنین رو پڑے، زخمی پدر کو دیکھ کے حسنین رو پڑے۔ زینب پکاری ہے میرے نانا دعائی ہے، دین رسول پاک کی شمع بجھائی ہے۔ مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی۔ ملزم نے آج کیسی مصیبت یہ ڈھائی ہے، دین رسول
شمع بجھائی ہے آئی صدائے غیب کے مولا ہوئے شہید آئی صدائے غیب کے مولا ہوئے شہید آئی صدائے غیب کے مولا ہوئے شہید ہر سمت مومنوں پہ اداسی سی چھائی ہے رسول پاک کی شمع بجھائی ہے